سلام همه دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خیلی عالی باشه. امروز اینجام تا راجع به کنکور عملی طراحی لباس در مقطع ارشد باهاتون صحبت کنم و هر چیزی که لازم راجع به این آزمون و سوالات شما رو همه رو جواب بدم. پس بدون فوت وقت خیلی سریع میریم که شروع کنیم. بچه‌ها، بعد از اینکه آزمون شما در تاریخ حالا 1 یا 2 اسفند به طبق هر سال انجام شد، یعنی آزمون کتبی شما در این تاریخ برگزار میشه و بعد از اون آزمون تقریبا حالا اردیبهشت یا خرداد ماه نتایج اولیه میاد. بعد از اینکه نتایج اولیه اومد، یک سری از تعداد داوطلبی مجاز میشن به کنکور عملی. حالا چه کسانی مجاز میشن به کنکور عملی؟ کسایی که رتبهشون تقریبا بهتر از سایرین شده و شانس اینو دارن که توی اون آزمون عملی هم شرکت کنن. ولی اینکه شما دعوت میشید به آزمون به این معنی نیست که شانستون برای قبول شدن خیلی زیاده یا حتما قبول شدین که دارید میرید که تست عملی بدید. نه، مثلا 2 یا 3 برابر ظرفیت که قرار اون دانشگاه پذیرش بده شما رو دعوت میکنن به آزمون عملی. برای مثال اگه کلا برای دانشگاه‌های دولتی دارن 30 نفر 40 نفر برمیدارن، میان تعداد مثلا 60 نفر 70 نفر رو برای آزمون عملی انتخاب میکنن، دعوت میکنن، آزمون میدید و بعد از بین اون کسایی که آزمون دادن یک نمره آزمون عملی شما میدن و جمع نمره کنکور عملی و کنکور کتبی شما رتبه نهایی شما رو تعیین میکنه و در نهایت بر طبق رتبه‌تون مجاز میشید که تو فلان دانشگاهی که مد نظرتون هست درس بخونید یا اینکه رد بشید. بچه‌ها، آزمون عملی فقط برای کساییه که شانس اینو دارن که دانشگاه دولتی درس بخونن یا خودشون میخوان دانشگاه دولتی درس بخونن. اگه نمیخواین کلا دانشگاه دولتی برید نیازی نیست حتی اگه آزمون دعوت شدین آزمون رو برید شرکت کنید. اگه میخواید دانشگاه علمی کاربردی غیر انتفاعی یا آزاد شرکت کنید اصلا نیازی نیستش که کنکور عملی بدید. همون کنکور کتبی که اسفند ماه دادید براتون کافی. از اینکه خب شما مجاز میشید و با شما خودشون تماس میگیرن و دعوت میکنن به آزمون عملی. آزمون عملی فقط توی تهران برگزار میشه و بچه‌هایی هم که شهرستان هستن مثلا از 1 هفته قبل تماس میگیرن که شما در فلان تاریخ بعد تشریف بیارید تهران و آزمون بدید. بچه‌ها هیچ اجباری نیستش که حتما باید آزمون رو بدید. خوبه که آزمون رو بدید، شما این شانس رو دارید که این آزمون رو بدید و رتبتون رو ارتقا بدید و اون آزمون خیلی میتونه روی رتبه شما تاثیر مثبت یا منفی داشته باشه. میتونه رتبه شما رو به طرز قابل توجهی بهتر کنه، یعنی رتبتون رو کم کنه، یا اینکه برعکس میتونه مثلا اگه رتبه کتبیتون بد شده باشه این آزمون بهترش کنه یا اینکه حتی بدترش کنه. پس خیلی آزمون مهمیه. در ادامه هم توضیح میدم که توی آزمون قراره چه کار انجام بدیم و چه نکاتی رو باید رعایت کنیم در روز آزمون. بعد نکته‌ای هم که قراره بهتون بگم، زمان آزمون معمولا چند ساعته، مثلا 3 ساعت اینطوراست و اونجا خودشون به شما مقوا میدن ولی سایر وسیله هاتون رو باید خودتون ببرید، مثلا تخت شاسی یا مداد رنگی، تراش، مارکراتون، گواش یا آبرنگ که میخواید استفاده کنید طبق سلیقه و سبک خودتون این وسایل رو باید با خودتون حتما ببرید. فقط تنها نکته‌ای که هست نباید مثلا اگه مداد رنگی میبرید اون جلد مقوایی داشته باشه. مداد رنگیاتون رو برید داخل جامدادی و ببرید و کلا کاغذ و اینطور چیزا نمیتونید ببرید. مثلا اگه تخت شاسی دارید میبرید تخت شاسی هیچ نوشته‌ای روش نداشته باشه یا هیچ مانکنی از قبل آماده نبرید. کلا جزء مانن هر چیز اینطوری از شما ببینن تخلف محسوب میشه و کارت شناساییتون هم حتما روز آزمون همراه داشته باشید. یه موضوعی به شما میدن و به شما تایم لازم رو میدن تا شما راجبش طراحی کنید. بچه‌ها همونطور که میدونید کنکور ارشد طراحی لباس فقط برای بچه‌های طراحی لباس نیست، بچه‌های پارچه و لباس با هم دیگه این کنکور رو میدن.
میدن. سر کنکور عملی همین داستان هستش. 3 تا سوال داخل یعنی 3 تا سوال به شما در روز کنکور عملی میدن و از این 3 تا سوال شما 2 تا سوال رو باید حتما جواب بدید. این 3 تا سوال یکیش برای مشترک کلا هم بچهای پارچه هم برای بچهای لباس و هر دو باید حتما جواب بدن. سوال دوم برای بچهای فقط طراحی لباسه و سوال سوم هم فقط برای بچهای طراحی چاپ پارچه هستش و که بر طبق رشته و حالا تخصص خودتون یا مثلا رشته که بیشتر تسلط دارید انتخاب میکنید و اون سوالو جواب میدید. حالا سوالا چی هستش بچه‌ها؟ این کتابی که قبلا توی منابع هم بهتون معرفی کرده بودم اومده تو قسمت آخرش سوالات آزمون‌های عملی این چند سال اخیر رو نوشته. این کتاب جمال هنر هستش که سوالات این چند سال گذشته کنکور و تالیفی رو داخلش گذاشته. خب بچه ها مثلا توی سال 93 یکی از سوالات کنکور عملی این بوده که یه پروژه مشترک گفتیم داریم دیگه برای بچهای لباس و پارچه. اون موضوعش این بوده که طراحی روسری با الهام از نقوش ایران باستان که باز ما این که به نظر میرسه بیشتر برای بچهای طراحی پارچه هستش ولی خب بچهای طراحی لباس هم باید این سوالو جواب میدادن و یه روسری طراحی میکردن با نقش ایران باستان. بچه‌ها اصلا به نظر نمیرسه که چه سوالایی قراره بده ولی خب تو حوزه تخصص شما هستش و شما اگه یکم مثلا اطلاعات عمومی زیادی داشته باشید و با هنر کلا سر و کار داشته باشید خیلی راحت میتونید سوالا رو جواب بدید. و سوال بعدی که برای بچهای طراحی لباس بوده مختص بچهای طراحی لباس بوده موضوعش این بوده که طراحی لباس هواپیمایی ایران بوده برای خانم و آقا. پس شما باید هم مانکن زن هم مانکن مرد بلد باشید. من تو ترجیح میدم که مانکن کودک هم کار کرده باشین تسلط داشته باشین چون مسلما شما باید این مانکن خوب در اون روز آزمون بکشید با استانداردهای لازم. بچه‌ها سعی کنید خیلی فشنی کار نکنید و اون استانداردهایی که توی کلاس یا دانشگاه یاد گرفتید و برای رسم مانکنتون داشته باشید. و برای بچهای طراحی پارچه هم موضوع پروژهشون طراحی پارچه کژوال با الهام از طبیعت بوده. خلاقیت و سرعت حرف اول رو تو روز آزمون میزنه. سوال خیلی سختی نیستن و برای ماها که مثلا سوالاست داریم کار رو انجام میدیم خیلی راحت میتونیم از پسش بر بیایم. فقط مهمه که در روز آزمون در زمان مشخص شده اون سوالی که ازمون خواستن رو جواب بدیم. و بعد توی یک سال دیگه دوباره پروژه مشترک بچه‌ها طراحی تیشرت با الهام از نقوش ایران بوده. کلا به نظرم توی مدت که فرصت دارید بشینید و مثلا چند تا نماد ایرانی یا اساطیری پیدا کنید و اینا رو حفظ کنید و چند تا اتود بزنید طرح بزنید چون روز آزمون احتمال اینکه این چیزا بیاد خیلی زیاده. برای بچه‌های پارچه هم سوالشون طراحی رومبلی برای هتل جهانگردی با نقوش ایرانی بوده. یعنی کلا نقوش ایرانی داره تکرار میشه همه جا. بعد برای بچه‌های طراحی لباس هم یه ست کامل ایران خودرو خواسته بوده. یعنی برای کارکنان شرکت ایران خودروی مرد تاکید داشته مرد و یه ست لباس کار باید طراحی می‌کردن. دوباره یک سال دیگه پروژه مشترک موضوعش طراحی پرده آمفی‌تئاتر حوزه هنرهای معاصر ایران با الهام از نقاشی های نقاش معاصر مارک شاگال. یکم سال سختی بوده شاید این نقاش رو نشناسید ولی خب سال داده بوده. پس یه نکته دیگه هم که اینجا متوجه شدیم و باید یه سری نقاش های معاصر رو هم بشناسیم و آثارشون رو بریم و چک کنیم و ببینیم چون با هر سالی ممکنه که در روز آزمون سورپرایز بشیم. برای بچهای طراحی پارچه خواسته بوده که روکش صندلی های وسیله نقلیه شهری مترو خواسته بوده که یه پارچه برای صندلی های مترو طراحی کنه. و دور برای بچه‌های طراحی لباس هم پرسنل پرستاری بیمارستان خصوصی زن و مرد همینطور تکرار میشه و اکثرا سعی میکنه با مانکن مرد بچه‌ها رو به چالش بکشه چون اکثرا تو دانشگاه کلاس ما همیشه عادت داریم به مانکن زن کشیدن. این میاد و اکثرا میاد یا فقط مرد یا زن و مرد استفاده میکنه و خب این زمان بره دیگه. شما هم زمان بخواید هم برای زن هم برای مرد طراحی کنی بنابراین مدیریت زمان در روز آزمون خیلی مسئله مهمیه. دوباره توی سال 96 پروژه مشترک بچه‌ها
طراحی رومیزی در ابعاد 30x30 با الهام از نقوش عهد ساسانی بوده. پس تاریخ پوشاک و تاریخ هنر و نمادشناسیتون هم باید خیلی قوی باشه. برای طراحی پارچه هم گفته بوده یک طراحی ست کاغذ دیواری برای سن نوجوان دختر یا پسر با الهام از طبیعت بوده. و برای طراحان لباس خواسته بوده که لباس شب برای نوجوانان دختر و پسر با الهام از طبیعت باشه. هم نمای پشت لباس خواسته، هم نمای جلوی لباس خواسته. دوباره یک سال دیگه، سال 97، پروژه مشترک طراحی پاراوان استتیکه برای موزه هنرهای معاصر ایران با الهام از هنر مدرن. و برای بچه‌های طراحی لباس برای خانومی که قراره در یک سمینار تاریخ هنر در خارج از کشور شرکت کنه با الهام از لباس سنتی ایران. و وقتی اینجور پروژه ها رو میگه 100% شما باید برای حجاب اون شخص هم یه فکری بکنید و یه سرپوشی، روسری، توربان، چیزی هم برای سرش حتما طراحی کنید. برای بچه‌های طراحی پارچه هم طراحی رو تختی و کاغذ دیواری اتاق یک دختر دانشجو بوده. دوباره چند تا دیگه بخونم براتون که بیشتر ذهنتون آشنا بشه. فکر کنم تا اینجای کارم متوجه شدید که روز آزمون قراره ازتون چی بخواین. هر چیزی ممکنه بخواین، ولی خب خیلی از موضوع رشتمون به دور نیست و خیلی راحت میتونیم جواب بدیم. برای بچهای طراحی لباس اومده بود یه ست ورزشی مردانه شامل تیشرت، کاپشن و شلوار با الهام از نمادهای ایرانی و نمای پشت و جلوی لباس رو هم خواسته بوده. برای بچهای طراحی پارچه هم طراحی پارچه لباس مردانه و زنانه با الهام از نقوش گلویه ایرانی بوده. سال 99 هم اومده گفته پروژه طراحی لباسشون یه طراحی لباس مفهومی میخواسته با الهام از عناصر چهارگانه آب، خاک، باد و آتش و گفته که تمام قد باشه، نمای پشت و جلوی لباس ها رو بکشید و مراحل رسیدن به طرح اصلی و ایده شرح داده شود. یعنی یه حالت مثل اینکه توضیحاتی، دیتیلاتون رو بنویسید، یه تک بکی درست کنید، فلت پترنش رو بکشید. به نظر میرسه که اینا رو مد نظر طرح سوال بوده. و برای بچهای طراحی پارچه هم خواسته بودن که طراحی پارچه پرده سالن اجتماعات دانشکده فلسفه دانشگاه تهران بر اساس مفاهیم هستی و امید. سوال سختی بوده و گفته که راپورت بندی 1/2 افقی کلا سال 99 احساس میکنم آزمون عملی سخت بوده. خب بچه ها متوجه شدیم که تو روز آزمون از ما چی میخوان، ولی واسه چیز 100% توی کنکور وجود نداره. ممکنه که سوال کمتر بشه، بیشتر بشه، سبکش تغییر پیدا کنه. یعنی آمادگی ذهنی باید براش داشته باشین. همون اتفاقی که توی کنکور امسال افتاد. تا قبل از این تعداد سوالات کنکور 105 تا بود، امسال تعداد سوالا به 90 تا کاهش پیدا کرد. قبل از این که اصلا اطلاعی داده باشن راجع به این کاهش تعداد سوالات آزمون و زمان آزمون هم کم شده بود به همین نسبت. استرس نداشته باشید، سعی کنید مانکنای خوبی بکشید، تمرین کنید که بتونید توی زمان خیلی کمی تناسبات مانکنتون رو رعایت کنید و روز آزمون بتونید حداقل یه مانکن خیلی خوب استاندارد اولش بکشید و بعد شروع کنید به طراحی کردن. یا سری بیس ها رو سعی کنید تو خونه تمرین کنید، اتود بزنید، طرح‌های خلاقانه بزنید و سرچ زیادی داشته باشید راجع به طرح‌های باستانی، نقوش ایرانی. کلا چند تا طرح تو ذهنتون باشه که ممکنه، باز میگم ممکنه دوباره باز هست همین سبک سوالا بیاد سخت‌تر یا آسان‌تر، کسی نمیتونه حدس بزنه. ولی خیلی راحت شما اگه یک ذره طراحی لباس خونده باشید و بلد باشید میتونید که سریع طراحی کنید، چون ما سال‌هاست داریم توی دانشگاه‌ها و کلاسامون این چیزا رو یاد میگیریم و ذهنمون با این سبک کار آشنا هستش. امیدوارم که موفق باشید تو آزمونتون. بچه نکته دیگه ای هم که هست، بعد از اینکه دوباره کنکور عملی رو هم میدید، نتایج تقریبا اواخر شهریور میاد و دوباره باز یه زمان خیلی طولانی، یعنی ما از اسفند که کنکور رو دادیم تا تقریبا تا شهریور باید منتظر نتایج بمونیم تا آخر ببینیم که نتیجه چه اتفاقی برامون پیش میاد. باز اگه سوالی داشتید تو کامنت بپرسید، خوشحال میشم بهتون کمک کنم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.